قضیه بازداشت از این قرار بود. در شبکه одноклассники یک نفر خود را همشهری من از پامیر معرفی کرد و شماره تلفنم را پرسید. گفت که می‌خواهد درباره ایجادیات من صحبت کند. من شماره‌ام را دادم. بعد در صحبت تلفنی ما قرار گذاشتیم که 27 اپریل ملاقات کنیم. ولی وقتی من آمدم دیدم آنها 4 نفرند. 3 نفرش خود را نماینده دیاسپورای تاجیکان معرفی کردند و چهارمش که قواره اسلامی داشت گفت که کارمند پلیس است. مرا یک طرف بردند و قریب 2 ساعت بازجویی کردند که چرا من در ترانه ام رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان را تحقیر میکنم، چرا مردم را به تبادلات دعوت میکنی. در پایان آنها به تهدید گذاشتند که ما میتوانیم تو را برای این ترانه زندان کنیم. یعنی بازداشت نبود؟ بازداشت بود، بازپرسی هم کردند، ولی اینکه کار تا به دادگاه رفته باشد و مرا جریمه کرده باشند واقعیت ندارد. تهدید کردند که اگر به حرف آنها گوش ندهم بار دوم به طور جدی‌تر به من مشغول شده مرا به دادگاه هم خواهند کشید. نماینده سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که شاید این قضیه یک نوع تلاش PR آوازخوان جوان برای راه یافتن به بازار شو بیزنس روسیه باشد. شما چی میگویید؟ سفارت تاجیکستان در این قضیه دخل ندارد. فکر میکنم نام سفارت را همان نفرانی که مرا نصیحت کرده بودند همراه کردند. اما در مورد PR گفتنی هم که اولا PR از حساب مسائل سیاسی کرده نمی شود. بعداً به من PR هم لازم نیست. من از پی شهرتم نیستم، از حساب آوازخوانی درآمدی هم ندارم. من این همه را برای خودم و برای شنوندگانم انجام میدهم. رپسران تاجیک عادتاً از دخالت به مسائل داغ سیاسی خودداری میکنند زیرا از پیامدهایش اندیشه دارند. اما شما به خصوص در ترانه قرارمک خیلی گستاخانه به موضوعهای سیاسی چسبیدید. آیا این دیدگاه شهروندی شماست یا چی؟ نه، این دیدگاه شخصی من است و من بیشتر از مسائل اجتماعی میگویم تا از موضوعهای سیاسی. من آنچه را که در اطرافم میبینم همان را میخوانم. اگر چیزی مثبت دیدم مثبت میخوانم، اگر چیزی منفی دیدم آن را میگویم. و در 2 سال اخیر من میبینم که بین مردم تاجیک و حکومتش مشکلات زیاد پیش آمده است و این مایه تشویش همگان از جمله من شده است. ترانه قرارمک نیز درباره حادثه های خاروق است. حرفی از کدام تبادلات در آن نیست و این نخستین ترانه من بود که کمی بوی سیاست داشت. من به صورت عموم سیاست را خوش ندارم چون که از غژده‌اش میترسم. البته رپسرها باید از مشکلات اجتماعی بسراید، نه از عشق و عاشقی. برای عشق و عاشقی ژانرهای دیگر هست. ولی ببینید امروز تاجیکستان مشکلات خیلی بزرگتر دارد که باید حل کند، ولی آنها همه را یک سو مانده از دامن من گرفته‌اند. دوراب، شما در تاجیکستان به دنیا آمدید، در قرقیزستان به وای رسیدید و در مسکو کار و زندگی میکنید. حالا چی احساس نسبت به وطن خود تاجیکستان در دل دارید؟ من نسبت به قرقیزستان و تاجیکستان احساس یکسان محبت و احترام دارم، ولی همزمان دلم به تاجیکستان میسوزد. دلم میسوزد که اداره کشور با چنین تاریخ کهن در دست نفران نالایق افتاده است. این کشور سخت به اصلاحات نیاز دارد ولی بوی از اصلاحات نیست. من بسیار آرزو میکنم که وطن من هم قامتش را راست کند، پیش برود و تاجیکان در هر کجا بتوانند با کشور خود افتخار کنند. و در پایان صحبت دوراب چی نقشه های داره در سر امروز؟ میخواهم تحصیل کنم، کاری خوبی بیابم، خانه‌دار شوم، یعنی مثل همه بقیه. اما درباره مسائل اجتماعی همچنان ترانه خواهم خواند. اگر مخالف چنین ترانه هایند پس مشکلات اجتماعی را از بین برند. تا زمانی که این مشکلات هست ترانه های به مثل قرارمک نیز خوانده می شوند.